حالا بعد از اینکه تئوری هایی رو یا نکات اصولی و پایه‌ای رو در مورد خود سنجش ازور اومدیم براتون گفتیم، لازم هستش که تا نکاتی رو در این رابطه بیایم برای شما بگیم که مرتبط با موضوعات نرم افزاری هستش. از بعد نرم افزاری اگر بخوایم که ریموت سنسینگ رو مورد توجه قرار بدیم، به شیوه دیگه‌ای بایستی اون رو بنامیم. یعنی ریموت سنسینگ در بعد نرم افزاری با عنوان دورسنجی دیده نمیشه، بلکه با عنوان ساتلایت ایمیج پروسسینگ یا پردازش تصاویر ماهواره‌ای شناخته شده. پس توی بعد نرم افزاری از سنجش ازور با عنوان پردازش تصاویر ماهواره‌ای یاد میشه که در این رابطه نرم افزارهای مختلفی طراحی شدن که با استفاده از این نرم افزارها ما میتونیم بیایم انواع و اقسام پروسسینگ یا انواع و اقسام پردازش ها رو بر روی داده های ماهواره‌ای پیاده سازی بکنیم که به صورت کلی این پردازش ها در 3 سطح میتونه اتفاق بیفته. سطح پری پروسسینگ، قبلا هم در موردشون صحبت کرده بودیم، پروسسینگ و خود پروسسینگ باز، و همچنین پست پروسسینگ. هر کدوم از این مراحل ویژگی هایی دارن که مرحله دیگه نداره و میتونه توی استخراج اطلاعات مختلف و همچنین که به دست آوردن نتایج مختلف به ما کمک بکنه. مرحله پیش پردازش مرحله‌ای هستش که با استفاده از اون ما میتونیم ارورها رو بیایم برطرف بکنیم، خطاها رو میتونیم برطرف بکنیم. در مرحله پردازش از داده هایی که خطاشون برطرف شده میتونیم بیایم اینفورمیشن یا اطلاعات رو استخراج کنیم و در مرحله پست پروسسینگ میتونیم بیایم نتایج به دست اومده رو جنرالیزیشن کنیم، گویاسازی کنیم و علاوه بر گویاسازی در واقع فرایند اعتبارسنجی یا ولیدیشن رو هم بر روی اونها بیایم پیاده سازی بکنیم. پس یک نرم افزار ریموت سنسینگی بایستی این قابلیت ها رو به صورت جامع بیاد برای ما فراهم بکنه. نرم افزارهای مختلفی در این رابطه ارائه شده که یکی از قدرتمندترین این نرم افزارها نرم افزار NV هستش. NV خود عبارت NV مخفف Environment for Visualizing Image هستش که در اینجا من اون رو برای شما می نویسم. محیطی یا Environment for برای Visualizing بصری سازی Images تصاویر. اسم کاملی هستش که در واقع برای NV در نظر گرفته شده، یعنی یک محیطی هستش که امکان بصری سازی تصاویر ماهواره‌ای و همچنین که تجزیه و تحلیل اونها رو میتونه برای ما فراهم بکنه. نرم افزار NV یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در زمینه پردازش تصاویر ماهواره‌ایه که حالا تو این گام من میخوام بیام کمی در مورد مزیت‌های این نرم افزار یا ادوانتیج این نرم افزار براتون صحبت بکنم که ببینیم چه مزیت‌هایی در داخل این نرم افزار وجود داره که باعث شده که به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارها باشه. از بعد فرمت داده‌های ماهواره‌ای که میتونه بخونه لازم به ذکره که این نرم افزار قابلیت پشتیبانی از بیش از 70 نوع فرمت داده‌های ماهواره‌ای و ریموت سنسینگی مختلف رو میتونه بخونه و این در نوع خودش بسیار بسیار عالی هستش. امکان فیوژن تلفیق داده‌های ماهواره‌ای مختلف که از ماهیت‌های گوناگونی برخوردار هستند، از جمله داده‌های مالتی اسپکترال، داده‌های هایپر اسپکترال، داده‌هایی که اصلا کلا به صورت اپتیکی هستند، داده‌های TIR یعنی داده‌های حرارتی و همچنین داده‌های رادار و داده‌های لایدار رو میتونه برای ما فراهم بکنه و همچنین اینکه ابزارهایی رو فراهم آورده که اینفورمیشن اکسترکشن یا استخراج اطلاعات رو از سنسورهای مختلف به گونه مؤثری برای ما فراهم آورده. برخی از سنسورهای خاصی که توی ماهواره‌های ریموت سنسینگی داره استفاده میشه از فرمت‌های خاص و ویژگی‌های خاصی برخوردار هستند که لازمه که از پردازش‌های مختص خودشون استفاده بشه، مثل خیلی از فرآیندهایی که برای رادیومتریک کالیبریشن ها ما میایم پیاده سازی میکنیم.
مثلا متناسب با نوع سنسور بایستی کالیبراسیون اونها بیاد صورت بگیره و این نکته خیلی مهمیه. و یکی دیگه از مهمترین مزیت‌هایی که در داخل MV وجود داره اینه که امکان پردازش داده‌های خیلی حجیم یا لارج دیتا رو میتونه به گونه مطلوبی برای ما فراهم کنه. خیلی راحت و خیلی مناسب ما میتونیم داده‌هایی که از حجم‌های خیلی بالایی برخوردار هستن رو در داخل MV بیایم پردازش بکنیم و اطلاعات رو از داخلشون استخراج بکنیم. در داخل MV امکاناتی فراهم آورده شده facilities که در حقیقت با استفاده از این امکانات ما میتونیم به گونه‌ای سریع و همچنین راحت، که حالا در اینجا ای رو اشتباه نوشتم، اطلاعات رو استخراج کنیم یا فرایند information extraction رو بر روی دیتا هامون پیاده سازی بکنیم. از جمله امکاناتی که در این رابطه فراهم آورده شده امکانات anomaly detection هستش. anomaly detection، شناسایی آنومالی ها و تغییرات، فرایند change detection، آشکارسازی تغییرات، که حالا در بحث‌های نرم افزاری تفاوت اینها رو به صورت کامل براتون بیان میکنیم. مباحث مربوط به کلاسیفیکیشن هستش، یکی دیگه از اون نکات مهمی که توی نرم افزار MV فراهم و وارد شده. تماتیک چنج، ایجاد نقشه های موضوعی تغییرات اتفاق افتاده، یکی از زیر مجموعه های خود چنج دیتکشن میتونه در نظر گرفته بشه. فرایند فیچر اکسترکشن که قابلیت طبقه بندی شیگرا رو به گونه خیلی مطلوبی اومده جدیداً برای ما فراهم آورده در داخل نرم افزار MV و همچنین ابزارهایی که با عنوان اسپیر تولز ما اونها رو میشناسیم. اسپیر تولز که دستورات مختلف رو اومدن به صورت خلاصه سازی شده و به گونه مطلوبتر و راحتتری خصوصا پردازش‌هایی که در زمینه‌های طیفی هستن رو برای ما اجرا میکنن. امکانات دیگه ویوشد انالیسیز هستش که در واقع شامل آنالیزها و تحلیل‌هایی هستش که ما میتونیم بیایم بر روی مدل‌های رقمی زمین بزنیم و خروجی‌های مختلفی رو از اونها استخراج کنیم. قابلیت‌های ارتورکتیفیکیشن هستش که تو فاز مربوط به مباحث کالیبراسیون هندسی داده‌های ماهواره‌ای و برطرف کردن خطاهای جابجایی هندسی میتونه برای ما مورد استفاده قرار بگیره. به صورت کلی 3 دسته تولز یا 3 دسته ابزار در داخل نرم افزار MV اومده مورد استفاده قرار گرفته. پس در داخل نرم افزار MV ما از بابت ابزارهایی که داریم استفاده میکنیم 3 تا امکانات مختلف برامون فراهم آورده شده. اولین امکانات با عنوان Image Analysis Tools شناخته میشه. امکانات Image Analysis Tools. امکانات دومی که در این رابطه تو نرم افزار فراهم وارد شده با عنوان Spectral Analysis Tools شناخته میشه. Spectral Analysis Tools هستش. سومین اونها با عنوان Data Analysis Tools معرفی شده. Data Analysis Tools. و چهارمین امکانی که در این رابطه برای ما وجود داره Advanced Image Analysis Tools هستش که حالا در اینجا من اون رو در ادامه و در این قسمت براتون می‌نویسم. Advanced Image Analysis Tools که در واقع دیگه به صورت خلاصه اون رو در اینجا براتون نوشتم. نکته قابل توجه و مهمی که در این رابطه ما میتونیم بهش اشاره داشته باشیم اینه که Image Analysis Tools در بردارنده همه این 3 امکاناتی هستش که در موردش اومدم براتون صحبت کردم. اما هر کدوم از اینها واقعا چه کاری رو میان برای ما انجام میدن؟ اولین تولز یا ابزاری که در این رابطه اومدم بهتون معرفی کردم Spectral Analysis Tools هستش. پس ابتداً میخوایم بیایم در مورد Spectral Analysis Tools صحبت کنیم. همونطور که از اسم Spectral Analysis Tools هم برمیاد شرایط و امکانی با استفاده از اون داره برای ما فراهم میشه
که بتونیم اطلاعات مختلفی رو از لحاظ طیفی یا همچنین که توان تفکیک طیفی داده هامون بیایم استخراج بکنیم. از جمله ابزارها و امکاناتی که در این رابطه اومده فراهم آورده شده قابلیت‌های تارگت دیتکشن هستش. تارگت دیتکشن، شناسایی هدف، یکی از امکانات اون هستش. پیاده سازی انواع و اقسام شاخص‌ها، حالا یا به صورت گیاهی، شاخص‌های گیاهی یا شاخص‌های غیر گیاهی هستش. بحث‌های مربوط به vegetation health، ارزیابی میزان سلامتی گیاهان در داخل نواحی جنگلی و نواحی غیر جنگلی و همچنین اینکه امکان تهیه نقشه‌های طیفی از پدیده‌ها و متریال‌های مختلف از جمله قابلیت‌های طیفی هستش که نرم افزار MV اومده برای ما فراهم کرده. در مورد قابلیت‌های نرم افزار MV از بعد طیفی اینجوری بیان شده که MV به عنوان رهبر تحلیل‌های طیفی در بین همه نرم افزارهاست و از اون با عنوان، حالا این رو با یک رنگ دیگه می‌نویسم، از نرم افزار MV با عنوان لیدر یا به عنوان یک رهبری یاد می‌کنن که تو زمینه اسپکترال انالیسیس داره یک تازی می‌کنه و این در واقع ویژگی قابل توجهیه که در داخل سایر نرم افزارهای پردازشی در داخل ریموت سنسینگ چنین امکانات گسترده‌ای در واقع دیده نمیشه و ما در اینجا تنها بخشی از اونها رو اومدیم براتون باز کردیم. اما یکی دیگه از قابلیت‌هاش گفتیم که در زمینه دیتا انالیسیس تولز هستش. دیتا انالیسیس تولز. وقتی در مورد دیتا انالیسیس تولز دارم صحبت میکنم منظور اون دسته از قابلیت‌ها و امکاناتی هستش که برای پیاده سازی الگوریتم‌های مختلف در داخل نرم افزار فراهم آورده شده که در واقع ما به راحتی میتونیم انواع اقسام الگوریتم‌ها رو به گونه‌ای سریع و همچنین به صورت کاملا راحت و در بازه زمانی کوتاه بیایم پیاده سازی کنیم. یه سری امکانات دیگه‌ای هم در داخل نرم افزار MV وجود داره که به عنوان امکانات ادوانسد یا به عنوان امکانات پیشرفته از اون یاد شده. امکانات پیشرفته‌ای که در این رابطه وجود داره بارزترین نمونه اون رو میتونیم توی الگوریتم‌های اتمسفریک کورکشن اون ببینیم که الگوریتم‌های بسیار بسیار قوی و در این حال با ارزشی رو در داخل نرم افزار MV اومدن فراهم آوردن که یکی از اونها الگوریتم فلش هستش که در حقیقت توی دوره‌های آموزشیمون رو برای شما آموزش خواهیم داد و همچنین که از جمله الگوریتم‌های دیگه‌ای هم که در این رابطه وجود داره مثلا الگوریتم کویک اتمسفریک کارکشن هستش که در داخل نرم افزار MV باز دوباره فراهم آورده شده و امکان استخراج اطلاعات به صورت پیشرفته رو برای ما فراهم میاره. یکی دیگه از قابلیت‌های پردازش‌های سطح بالایی که میتونه برای ما انجام بده تو زمینه فیچر اکسترکشن یا آبجکت اورینتد هستش. آبجکت اورینتد ایمیج پروسسینگ هست، مثل طبقه بندی های آبجکت اورینتد و فیچر اکسترکشن هایی که در واقع ما میتونیم از داخل داده هامون روی داده هامون پیاده سازی کنیم و اطلاعات متناسب با فیچر رو از داخل اونها استخراج بکنیم. اینها از جمله قابلیت ها و امکانات نرم افزار MV بود که در واقع توصیف کننده دلایل ما برای استفاده از این نرم افزار توی فرآیند پردازش تصاویر ماهواره‌ای هستش که انشالله در ادامه وارد مباحث عملی نرم افزار و همچنین که کد نویسی اون هم خواهیم شد و در مورد قابلیت‌ها و ویژگی‌های اون توضیحات بیشتری رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. همچنان با ما همراه باشید.